برادرو السلام علیکم برادرو خوارو تماشابینای کانال اولاد مدیا قطعی عبدالروزی قوز پیش کی میریم؟ پیش اکای محمد خیلی دیگه جو میریم پیش پرسید که دگیستان اسم محمد حیبتی میریم راست گفتی تو خیلی که پیش نوریکشان میریم و میریم نصیب باشه چی سوالش میتی؟ سوالات تا پریدون که میریم سوالش میتیم کامراش میکنیم با چی گفتی؟ تمام قدست اینجا دا؟ اینجا دا اکای محمد همه جدا داریم چند قد پس می اومده؟ نمیدونم با خودم چند قد پس میدونم محمد که محمد هم گفتم که شما ای چند سالگیتون مخش میکردیم من از 6 سالگی مشق میکردم 6 سال من با یک سوال دیگر دارم میگم اگر یکی با شما یک طلپه هجوم کنه شما زده میتونه نمویم رو طلپه هجوم کنه من هیچ وقت نمیترسم همچنان میریم رو به جلو از من سوال میکند که او فارس است و او در روسیه تنها است او نمیترسد و جنگ میرود آنها بسیاری اند این تنها است من گفتم خودش رو میبینی سوال میکنی عبدالروزی من همیشه تنها بودم این دوستمو میبینی من یک دوست دارم که همیشه با همه من هیچ جا نمیترسم هر جا میرم دیشب من اسیتیا بودم خودم تنها رفته بودم اونجا تو شهر پیاده میرفتم یکی از اونا زنگ زد گفت کجای گفتم داخلش گفت نمیترسی گفتم نه من چی فهمیدی اکنون فهمیدی آدم از هر چی بترسه بدتر میشه رو سرش میاد فهمیدی چیزی که بترسی بالای سرت میاد بالای سرت میاد یکمین آدمی است که آزادانه همراهش صحبت نکنید در مسکو Короче, друзья, легендарный танец. Абду, давай, айзамин беги, Абду. После победы. Вот так, Абдулла. Асап, вставай, брат. Не рукой давай, одной рукой давай. Асабу. Сильно бьет. Честно, Асап, сильно бьет. Реально сильно бьет, очень сильно бьет. Прям чувствуется. Вот теперь я. Давай. Нейрам будет беста. Мара намазани. Чиба? Молодец. Айзамин беги. Надо регалить проседание пылью просто хизмат. Абдурозик душит Тамаева. Я сам напугался говорить. Понимаете?
در کوچه قطعا که جنگ شود یک خودم طبقه یا او بسیار او بسیارن یا یک خودم طبقه یا دو کس اونا بسیاری هن یا اون تنهاست؟ نه اون یکی تا هم یکی اگر کلام باشد نمیتونم زدن اگر مایده باشد خیلی یکون کار میکنیم بزنیم چه کار میکنیم؟ میزنیم چه جوری میزنیم؟ سنگ میگیریم میزنیم کلون خیلی میزنیم فیلم میکنی آخی برای نکشد زن میگیری؟ انشاءالله کی میگیری؟ ولی بیادر من زن بدیم بعد انشاءالله منو زن بدی؟ اکم اکت؟ چند سالشه؟ تولیدش 2001 اونم مثل تو کوچیک؟ نه اون کلانه؟ اون چند سالشه؟ اون 18 ساله 18 ساله 18 ساله با چی کار میکنه؟ او خدمت رفت؟ سربازی؟ کی میاد خونه؟ ولی بعدی یک سال دیگه پس از یک سال بعد جانبه یه حرف بزن به جانبه چی میخوای بهش بگی؟ جانبه اگر جانبی زنده باشه یکان سرودشو نمیخوای بخونی؟ یکان سرودشو بخون کدام سرودشو بخون؟ سرود پدرشون جان دوستان جانی جانی جهان دوستان مهربانان همسدان ولی نمیدانمش عادت این سوالا رو به خودش بده تو هم سوالش بده سوالشون بدیم چه سوالی داری؟ سوال میدیم نمیدونم چی سوال دیم هر سوالی دوست داری بگو برادرو کی زن میگیری چند تا برادر چند تا شما زن دارین؟ من زن ندارم میخوام زن بگیرم نصیب انشالله چند تا برادر دارین؟ من 5 تا برادر دارم یه دونه خواهرم در اویله یک شما باید سنیا با هستن باید همه ما باید بودیم همه ما بعد اونا رفتن درس خوندن من دیگه موندم من همیشه تو خیابان دعوا میکردم بعد برادرم دیگه گفت تو فقط ورزش کنیم یه روز کارچی بیرون برومدم مایده قدم پاس بود مایده بود سنفی 2-3 بودم ولی مایده بودم یک پشکار یک ای خودمان بود خوشم میکنم کدام اون نیاکی هیچ نگاه کدام میدونستم که آدم زن میزد هیچ نگاه کدام طرف مشکل نگاه که بریختم نمیزد بریختم که سو کدام رشکم ده زد غلطی که میخوادم با شام بود نمیبینم میزند ای چشمم علاف چوب میبرد چوب میبرد همه خیلی گریه دارم خدا میکنم ایرا بگیرن ای نزدی من که من میبرم شکم آنم کابوس سیاه شدگی بود غلطیدم پاچه هم 10 روز ایجام خسته نتونستم اتم ما زدش گرفته بوده بستش بعد هم ایامه کار میترسم داخل خانواده چند تا برادر و خواهر داری؟ 5 تا 3 پسر 2 دختر تو بزرگتر از همه از من کلام یک برادر دیگه بعد اون که سربازیه نه سربازی از این کلانه اون سربازی تو کوچیکه اون سربازی بعد یک خواهرم با یک خواهر دیگه بعد دارم تو رو خیلی دوست دارن تو خونه درسته؟ نه دروغ میگی اونا هیچ که دوست نمیدارد دوست دارن یا ندارن؟ نه هیچ که دوست نمیدارد هیچ که دوست نمیدارم ماما رو دوست ندارم دوست دارن؟ خیلی مثلا بابا کیو بیشتر از همه دوست دارن؟ بابام دادت دادم
خوردی و همیشه دادر اما دادر این دادر این مладший брат. Младший брат, да? Да. Есть младший брат? Да. Сколько лет? چند ساله؟ صنفی دیو میخوام 8 ساله. تو میخوای مبارزه بکنی؟ میخوای مبارزه بکنی؟ میخوای جنگ حزب کنی؟ خطی. آره با کی؟ حسبیک کی؟ حالی معلوم نشده حالی معلوم شود من از طریقت با تو هستم ای تای دل. ولی چون شما کوچک هستین این خوب نیست فهمیدی؟ این به نفع شما نیست فهمیدی؟ من آرزوی سلامتی برای تو و برای خسبیک دارم فهمیدی؟ سلامت باشی همیشه موفق باشی همیشه داخل این اینستاگرام بیشتر و بیشتر پیشرفت بکنی آدم بزرگی بشی آدم ها فرق ندارن کوچیک یا بزرگ باشن آدم باید عاقل باشه درسته؟ من فکر کنم تو خیلی عمنی میفهمی چیه؟ میفهمی چیزی از رحمت رحمت